به وایب کدینگ خوش اومدید. اول یه مقدمه داشته باشیم که ما چرا اصلا باید از هوش مصنوعی الان که سال 2025 هستیم یاد بگیریم. خب الان دیگه دسترسی به هوش مصنوعی برای همه راحت شده، یعنی مثل اون اوایل کار نیست که کار کردن باش خیلی سخت بود، هوش مصنوعی خیلی خنگ بود. هر روز داره آسان‌تر میشه کار باش، خیلی هم داره باهوش‌تر میشه، ابزارهای مختلفی هم واسش داره میاد. ما برای هر رشته‌ای و هر کاری الان تو هوش مصنوعی ابزار مصنوع کار رو داریم، یعنی هوش مصنوعی مصنوع کار رو داریم. خیلی از شغل‌ها به زودی به خاطر همین از بین میرن یا مجبور میشن از هوش مصنوعی استفاده کنن. پس خیلی مهمه که ما زودتر از بقیه بتونیم کار با هوش مصنوعی رو یاد بگیریم و ازش بتونیم راحت پول در بیاریم. از تولید صدا تا کارهای گرافیکی، کارهای روزمره، برنامه ریزی میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم تا برنامه نویسی و کارهای علمی سخت. حالا فردا که تو زودتر و بهتر از بقیه یاد گرفتی میشی سلطان بازار کار. هر کاری میتونی باش بکنی. مثل داستان اینترنت که اوایلش همه تعجب کردن، ولی کسایی که زودتر یاد گرفتن الان از همه جلوترن و بقیه بهشون نیاز دارن و خیلی راحت‌تر پول در میارن. با وایب کدینگ شما میتونید ساعت‌ها و روزا بدون اینکه تایپ کنین و خیلی به خودتون سختی بدین و بیخوابی بکشین و کلی ویدیو آموزشی ببینین و اینا، راحت یه اپلیکیشن یا سایتی که ایدهش رو دارین تولید کنین و یا حتی ازش کمک بگیرین برای کد نوشتن یا کارهای دیگه، هر کاری که تو رشته خودتون. چون هوش مصنوعی تو چند ثانیه و چند دقیقه همه اون کارا رو راحت براتون انجام میده، شاید هم خیلی بهتر از ما. کافیه ایده رو بهش بگین و اون کار رو براتون انجام میده اتوماتیک، که در واقع مفهوم اصلی وایب کدینگ همین میشه. من تو این چنل 0 تا 100 استفاده درست از هوش مصنوعی رو کاملا رایگان بهتون یاد میدم تا کارتون آسان‌تر بشه و هزینه‌های الکی جایی ندید، چون اصلا یادگیریش هزینه‌ای نمیخواد. دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنین تا دنیای هوش مصنوعی جا نمونه. با لایک و کامنتاتون هم ازم حمایت کنین تا بتونم بیشتر براتون آموزش‌های خفن و رایگان بذارم. مرسی. بریم سراغ آموزش.